تا جهان بود از سری آدم فراز، کس نبود از راه دانش بینیاز. مردمانی بخردند در هر زمان، راه دانش را به هر گونه زبان. گیرد کردند و گرامی داشتند، تا بسنگ اندر همه بینگاشتند. دانش اندر دل چراغ روشن است، و از همه بد بر تن تو جوشن است. دوستان ارجمند، نخست سلام و درود میفرستم برای به عنوان شما و البته سببی با استاد رودکی آغاز کردن این است که ما با مهمانی که حالا داریم برای شما معرفی میکنیم در سری مرقدی، در سری تربت استاد رودکی آشنا شدیم و این هم یک رمزی بود که ما یک همزبان خودمان را در سری مقبره استاد رودکی آشنا شدیم و بازم این از آن درک میدهد که استاد رودکی بازم به هم آورنده است، ما را به هم میبرد، محور وحدت از استاد رودکی و ما اونجا با هم شناس شدیم و صحبت هم کردیم، عهد هم کردیم که دوشنبه رفتید حتما برنامه میکنیم. این کس هستند کیان پاکدل، اصلا خودشان زاده شیرازند اما اینک تقریبا بیش از 20 سال است که مقیم کانادا هستند، کشور کانادا و دکتریشان را کار دکتریشان را در سمت زبانشناسی در فرانسه به پایان آوردند و به تاجیکستان با یک نیت بسیار خیر آمدند. میخواهند که در مورد گویش های گوناگونی زبان فارسی، چون زبان فارسی در تاجیکستان یک شیوه و گویش های شیرین دارد، در ایران همین طور و در افغانستان ما هم در منطقه های گوناگون گویش های بسیار عجیب دارد که با وجود آنه که بین ما یک کمی اون گویش ها نافهم است اما بسیار شیرین و آموزنده است و این دوست ما خواستند که همین گویش های سه کشور را از گویش های سه کشور بسازند یک فرهنگ و حتی به ما گفتند که اون همه گویش ها را یک جا میکنیم، کتاب میسازیم و شکل الکترونی آن را، یعنی در آنلاین باید باشد که مثلا یک واژه در افغانستان، تاجیکستان و ایران به چه شکلی، به چه شیوه تلفظ می شود. هدف دکتری علم زبانشناسی کیان پاکدل این است و با این مقصد آمدند به اکادمی ملی علم های تاجیکستان به دری پژوهشگاه زبان و ادبیات به نام استاد رودکی و اونجا یک لایحه هم پیشنهاد کردم. من از این بیشتر چیزی نمیگویم، میخوام که خودشون بیشتر معرفی کنند و درباره آنه که تا به این مرحله ها چگونه آمدند و غایه‌ای به تاجیکستان آمدند که بار اول می آیند از کجا پیدا شد. صحبت کنید، خواهش میکنم. بله، خیلی ممنونم از اینکه منو دعوت کردین اینجا، باعث افتخار من هست. زنده باشید. در مورد اینکه چطور شد که به تاجیکستان آمدم، از مدت‌ها پیش آرزوی من بود که پام رو به خاک تاجیکستان بذارم و دورا دور در مورد تاجیکستان همیشه علاقه‌مند بودم، اخبارش رو دنبال می‌کردم، کارهای هنرمندان تاجیک رو دنبال می‌کردم و زبان پارسی تاجیکی رو برای در گوش من بسیار شیرین میومد. بله. بنابراین دوست داشتم که روزی بیام به تاجیکستان و این افتخار نصیب من شد که آمدم تاجیکستان. اینجا اصلا احساس نمی کنم که در یک کشور خارجی ام، اینجا احساس می کنم که به وطن خودم آمدم، جایی از وطنم که قبلا نیامده بودم. بنابراین آمدن به تاجیکستان قسمتی از بازیابی هویت من است. همونطور که شما گفتید استاد رودکی ما رو با هم آشنا کرد، این واقعا زیبا بود و فکر میکنم که شاعران ما در گذشته و حال اینها کسانی بودند که در واقع ما پارسیگویان رو در هر کجای جهان به همدیگه متصل کردن. همه ما با شنیدن این اشعار زیبا انگار که مست میشیم و واقعا لذت روحی میبریم. من میخواستم بپرسم که شما در فرانسه رشته کار علمیتون در سوی زبان چی بود؟ کدام رشته رو شما به پایان آوردید؟ بله، من در قبل از اینکه به فرانسه برم در ایران در رشته زبان و ادبیات فرانسوی تحصیل کردم و بعد با بورس تحصیلی دولت فرانسه به فرانسه رفتم و در اونجا تحصیلاتم در رشته زبانشناسی ادامه دادم. زبانشناسی محض بهش گفته میشه در ایران، ولی در دکترا در زمینه آموزش زبان فرانسوی تحقیق کردم و اخیراً هم در زمینه فرهنگ نویسی دارم تحقیق میکنم
و دوست دارم که این زمینه رو بیشتر ادامه بدم. در اونجا در سال 2004 بود، 2000 فکر میکنم بله 2000 نه ببخشید در اونجا در سال 2012 بود که من دکترای خودم رو دفاع کردم در زمینه به کارگیری فناوری‌های آموزشی برای آموزش زبان و اینکه وقتی که شما از طریق آنلاین زبان رو آموزش میدید، این پویایی در واقع اون پویایی اجتماعی که میتونه به وجود بیاد چه تأثیری داره در یادگیری زبان. در واقع یک جوری در زمینه زبانشناسی اجتماعی بود اون تحقیقاتی که من انجام دادم و اون زمانی بود که این فناوری‌های آموزشی بیشتر داشتن رشد می‌کردن در سال 2012 و این موضوع روز بود اون زمان. محتوای اون لایحه‌ای که شما با اکادمی ملی علم‌ها پیشنهاد کردید از چی عبارت است؟ مختصر میگفتید. هدفم از رفتن به فرهنگستان آشنایی با محققان بود، به خاطر اینکه من میخوام در اینجا همونطور که شما هم اشاره کردید اگر که بختیار باشه تحقیقاتی رو انجام بدم در زمینه بررسی تطبیقی زبان فارسی و زبان تاجیکی و فرهنگنگاری و دوست دارم که به عنوان یک گنجینه‌ای این آنلاین باشه و در اختیار همه باشه، چون وقتی شما کتابی رو چاپ میکنید این در دسترس یک عده‌ای قرار میگیره، اما وقتی که یک ابزاری رو یا ابزارکی رو به صورت آنلاین شما میذارید در اختیار همه هست و طوری باشه که من در همینجا وقتی که با دوستان صحبت میکنم، دوستان تاجیک، خیلی برام جذاب هست وقتی که میبینم که کلماتی رو شما استفاده میکنید که ما در ایران از یادمون رفته ولی کلمات فارسی واقعا اصیل هستن و شاید در اینجا هم یک سری کلماتی فراموش شده و روسی اونها استفاده میشه، در حالی که در ایران ما کلمات فارسی اونها رو داریم استفاده میکنیم و همینطور در افغانستان. پس اگر که فرهنگ هایی باشن که اینها به صورت تطبیقی اینا رو بتونیم ماها پیدا کنیم، میتونیم از اون بخش های فراموش شده زبان فارسی که در اون جایی که خودمون زندگی میکنیم زیاد استفاده نمیشن دوباره اونها رو باز بیابیم و بر غنا و توان زبانمون بیافزاییم. خیلی مختصر بگم محتوای لایحه همین هست که بتونیم همکاری داشته باشیم، اولا در زمینه آمدن من به اینجا تسهیل بشه، آسان‌تر بشه و بعد بتونم با محققان اینجا، چون اینجا کار علمی انجام بسیار شده در زمینه فرهنگ و فقط اون قسمتی که به صورت تطبیقی ما بتونیم زبان پارسی امروز رو تطبیق بدیم و بگیم که این کلمه در ایران الان به این شکل گفته میشه یا در افغانستان به اون شکل گفته میشه، این کار انجام نشده و همینطور کارهای الکترونیک و آنلاین که ما میبینیم در زبانهای مطرح دنیا اینا بسیار کار کردن در زمینه فرهنگ‌های آنلاین و همینطور در زمینه ابزارهای تحلیل داده ها، یعنی ابزارهایی که میتونن به ما بگن که مثلا درصد بسامد یا فرکانس یا کلمات یا واژه‌هایی که بیشترین بسامد یا فرکانس دادن اون 100 تای اول، 200 تای اول، 1000 تای اول چه ها هستن و میتونن حتی ریشه شناسی کلمات رو بگن و این یه بخشی که باز من خیلی بهش علاقه‌مند هستم، حداقل ریشه مختصر که ما بتونیم بدونیم که چند درصد لغات که داریم استفاده میکنیم مثلا ریشه عربی دارن، ترکی دارن، فرانسوی دارن و بتونیم به پالایش زبان خودمون بیشتر کنیم. این لایحه‌ای که شما اگر آینده تطبیق بشود و عملی بشود، آیا با کار دکتری شما یگان یارمندی می شود یا این تنها یک کار هوسکاری شماست؟ هوس نیست، این عشق است. بله. عشق است و بنابراین یک کار تحقیقی هست دیگه، یعنی به عنوان علمی شما همون دکتری که بودید شما تنها یک خدمت میکنید که اون خدمت بله. با دستمزد معاش شما به عنوان علمی شما هیچ تأثیری نداره. نه تأثیر نداره، فقط خدمتی هست که از روی عشق به زبان فارسی، یعنی که در حالتی که لایحه دستگیری نیابد به این هم میکنید شما. بله، به این میتونم زندگی در کانادا بکنم. اینو بگم دوستان ارجمند، شاید شما با یک مثال ساده، چون خوب است که اگر من نمونه بیارم، مثلا این کس میخواهند در فضای اینترنتی یک برنامه باشد، برنامه مثلا
تجه ایر مثلا ایران یعنی تجه تاجیکستان و افغ یعنی که افغانستان سه اشاره باشد و شما وقتی که پخش میکنید مثلا روی تاجیکستان شما میخواهید که مثلا گویید که من پیاده را شدم یا میخواهید شما بگویید که من از سبوکرو از ماشین میفرایم درست شما روی این میزنید تاجیکی میگوید من از ماشین میفرایم و شما میزنید روی ایران اشاره زبان فارسی که در ایران معمول است میبراید پیاده میشوم یعنی همینطور یک فرهنگ پیدا می شود که یک واژه یا یک عباره یا یک تعبیر در سه کشور چگونه صدا میده چون خیلی که خودشون هم گفتن زبان انگلیسی که به تمام برای همه دنیا یکی است اما زبان انگلیسی استرالیا دیگر است زبان انگلیسی خود انگلستان بریتانیا کبیر دیگر است و زبان انگلیسی آمریکا دیگر است عجیب که و اینا الکی آنلاین یعنی برنامه‌های الکترونی دارند و چرا زبان فارسی که از زبان‌های مقتدر و از زبان‌های تاثیرگذار به فرهنگ و ادب دنیا بوده است چرا چنین برنامه نداشته باشد اصلا هدفی خیری برادرمون کیان پاکدل همین است من با این مثال فهمیدم و حالا میخوام که آیا در کانادا که جای اقامتگاه شماست جای زیست شماست فارسی زبان‌ها بسیارند و از تاجیکستان چی شناخته دارند و حال و هوای زندگی شما اونجا چگونه است؟ در مورد تاجیکستان وقتی که من به دوستانم میگفتم که به تاجیکستان میرم با تعجب به من گفتن تاجیکستان چرا تاجیکستان یعنی براشون شما مثلا اگه فرصتی داری که میتونی به جایی سفر کنی چرا نمیری جایی که نمیدونم کشوری مثل تایلند یا کشورهایی که میری اونجا بیشتر مثلا شاید خوشگذرانی ترکیه بله ترکیه و من میگفتم که خب من علاقه بسیار زیادی به تاجیکستان دارم و باید حتما به اینجا برم در مورد که خیلی از دوستانم از من میپرسن میگن که خب شما که الان در تاجیکستان هستی کدام شهری خیلی کنجکاو هستن اونجا واقعا وقتی صحبت میکنی فارسی صحبت میکنی همه متوجه میشن میگن بله متوجه میشن یعنی طوری هست که خیلی ها هنوز نمیدانند که من و شما خیلی راحت منظور هم الان متوجه میشیم و اگر بدانند خیلی دوست خواهند داشت که به اینجا بیاند برای من فکر میکنم که دعوت میکنم از همه ایرانیان از همه افغانستانی ها از همه همزبانان ما که به تاجیکستان بیاند این کشور بسیار زیبا در اینجا من هر جا که رفتم چون کنجکاوی دوستانم رو میدونستم نوارهای ویدئویی تهیه کردم که اینها رو حتما در شبکه‌های اجتماعی منتشر خواهم کرد که دوستانی که فرصت آمدن به اینجا رو ندارن حداقل بتونن ببینن که چه کشور زیبایی است و چه مردم با محبت و مهمان نوازی هستند. به اون مقصدی که داشتید نزدیک شدید یعنی از گویش‌های ما استفاده بردید یا ثبت کردید آیا؟ بله بزرگترین دستاوردی که برای من داشت یادگیری بهتر زبان پارسی تاجیکی بود و بعضی از فعل‌هایی که دوستان من از جمله خود شما استفاده می‌کنید رو من یادداشت می‌کردم الان برای خودم یک لیستی تهیه کردم فهرستی تهیه کردم از یک سری واژه‌های بسیار زیبایی که اینجا استفاده میشه و معادل اونها بیشتر هدف آشنایی اولیه بود. خب من چند تا نمونه از چیزهایی که اینجا یادداشت کردم برای شما میگم. مثلا ما در ایران میگوییم جستجو میکنم اگر که در گوشی موبایل میخوایم چیزی رو جستجو کنیم میگیم حتی گاهی انگلیسیش استفاده میکنیم میگیم سرچ میکنم. بله. شما اینجا میگویید میکاوم. این چقدر زیباست. من یا در گذشتهش میگیم کافتم. خب این میکاوم در واقع یک واژه پارسی است که ما چه خوب میشد این میتوانستیم در ایران هم استفاده کنیم. یا موقعی که من به دوستم تماس گرفتم در سمرقند گفت که الان اکنون میبرایم یعنی که بیرون میایم از خانه خودم و این ما میگیم بیرون میایم. یا خروج ورود ما در ایران میگیم خروج ورود اینجا درآمد ورود و برآمد خروج. اینها چقدر زیبا هستن. یا پیدا کردن که یافتن خب در ما میگیم در شما اشاره کردیم به فرآمدن مثلا توی تاکسی من میفرایم اینجا ما میگیم من پیاده میشوم. خب خوبه اون افعال مرکب خیلی خوب هستن ولی خب افعال ساده هم بسیار در زایش بیشتر زبان کمک میکنن.
بله، زبان پارسی در واقع به نظر من ستون هویت ماست، پیوندگری ماست، پیوندگر ما هم هست و ما میدونیم که در جهان، حالا رقم دقیقش در خاطرم نیست ولی فکر می‌کنم بالاتر از 130 میلیون نفر پارسی زبان داریم. پس بنابراین زبان پارسی یکی از زبان‌های مهم دنیاست و ما مسئولیت داریم در مورد این زبان و باید که بتونیم به این زبان خدمت کنیم تا از زبان‌های دیگر دنیا عقب نیفتد و در واقع هدف من همین خدمت هست به زبان پارسی. در آخر میخواستم با این شعر از قهار آسی، شاعر خوب و بزرگ افغانستان، به پایان ببرم سخنم رو که میفرماید: گل نیست، ماه نیست، دل ماست پارسی، غوغای کوه ترنم دریاست پارسی، از آفتاب معجزه بر دوش میکشد، رو بر مراد روی به فرداست پارسی. اشاره میکنم به یک پاره از شعر استاد رودکی که در بالا هم ذکرش رفت. میگه مردمانی بخردند در هر زمان، رازی دانش را به هر گونه زبان، گیرد کردند و کرامی داشتند تا به سنگ اندر همه بینگاشتند. در زمان استاد رودکی اگر در سنگ حکاکی میکردند و رازی دانش را نگه میداشتند، چون کتیبه کوه رستم و بیستون و اون چیزها هم دلیلی این است، ختیمه کتاب ما رسیده است. امروز مهمان ما استاد زبانشناسی و عالم پژوهشگر کیان پاکدل هم امروز در سنگ حکاکی نمیکنند، میخواهند در فضای اینترنتی که میلیون ها آدم، میلیون ها فارسی زبان دسترسی دارد، اونجا واژه های نابی فارسی که در حدود تاجیکستان است و از بعضی منطقه های جغرافی فارسی زبان فراموش شده است، از نو احیا کنند و به جهانیان بگویند که این واژه هنوز زنده است، این واژه هنوز نفس میکشد و این واژه هنوز جان دارد. و به خاطر این خدمتشان با عرض احترام، با عرض سپاسگزاری به ایشان بار دیگر به تاجیکستان خوش آمدید میگویم و باور دارم، امید دارم، باور دارم که کیان پاکدل چون یک نام بسیار بزرگی شاهانه آریایی را با خود میکشند، فکر میکنم به مرادشان برسند و همین فرهنگ گویش های فارسی دری تاجیکی که من با لطف میگویم این همه یک زبان با سه لقب، با سه تخلص زیبا در جهان فارسی زبان گردش میکند. فکر میکنم این فرهنگ هرچی بیشتر، هرچی زودتر سامان بیابد، دسترسی تمامی تشنگان این زبان ناب باشد. بار دیگر به روزنامه جمهوریت خوش آمدید میگویم و به کارهای آینده شما توفیق و برار میخواهیم. من هم به نوبه خودم میخواستم هم از شما و هم از مردم تاجیکستان و هم از پرزیدنت جمهوری تاجیکستان تشکر کنم به خاطر اینکه واقعاً زبان پارسی تاجیکی رو در قلب خودشون نگه داشتن و ازش پاسداری میکنن و باعث افتخار من هست که میبینم که مردم تاجیک واقعاً نگاهبان زبان پارسی هستن.